همه فقط بلدن بگن که وای چقدر بزرگ شدی. I know but I don't know how to do it. یه چیزی بگو، یه چیز خلاقانه بگو، همه دارن نگات میکنن. سلام، اینجا میدنایت تاکه و من خیلی میگم بیاین رو راست باشیم. سخت‌ترین بخش هر چیزی شروع کردن میشه. من اعتراض دارم. چرا؟ چون هیچ کس به تو نمیگه که بزرگسالی چقدر سخته و تو یهو به خودت میای میبینی 18 سالته، 20 سالته، 26 سالته و وسط یک سری مسئولیت قرار گرفتی که هیچ ایده‌ای نداری که چطور از پسشون بر بیای و هیچ کس هم راهنماییت نمیکنه. همه فقط بلدن بگن که وای چقدر بزرگ شدی. I know but I don't know how to do it. و اینجا میدنایت تاک. ما قراره از تمام چیزایی صحبت کنیم که نصف شب به ذهنمون میرسن و هیچ کس ما رو براشون آماده نکرد. چی شد که میدنایت تاک رو تأسیس کردم؟ تأسیس کردم خیلی وقت بود بهش فکر می‌کردم. چی شد که تصمیم گرفتم واقعا جامعه عمل بهش بپوشونم؟ راستش همه چیز از یه آنژوکت شروع شد. من یه آنژوکت رو خراب کردم و بعد احساس کردم که به دنیا تعلق ندارم و از خودم پرسیدم که چرا اینجام و میخوام چیکار کنم. حتی یکم قبل‌ترش هم احساس کردم که شغلم از دست دادم و کاری که واقعا دوستش داشتم رو در واقع بقیه‌اش رو بزنم. آنژوکت نقطه اتصال من به تمام چیزایی بود که فکر می‌کردم هستم ولی نبودم. فهمیدم که همه همینن. همه یک سری آدمیم که داریم بزرگ میشیم ولی از بزرگ شدن و بزرگسال بودن خیلی سر در نمیاریم. پس تصمیم گرفتم که یه جا بشینیم دور هم دیگه با هم صحبت کنیم. یه جا بشینیم از این صحبت کنیم بابا چقدر اوضاع بده. چقدر همه چیز در همه دقیقاً مثل این کلافا و باید چیکار کنیم؟ چون من کم آوردم راستش بخواد. واقعاً کم آوردم. و این ویدیویی نیست که بخواد به شما انگیزه بده یا هر چیز دیگه ای. اینجا میخوایم دور هم دیگه کم بیاریم و ندونیم داریم چیکار میکنیم. قرار راه حل بدیم راجبشون نمیدونم. ولی صرفاً اینجاییم که بدونیم تنها نیستیم. That's the point واقعاً. آیا این ویدیوها قراره در ساعت و روز مشخصی منتشر بشن؟ معلومه که نه. ببین بیاین صادق باشیم. That's the point. من دارم از این صحبت میکنم که من نتونستم با بزرگسالی کنار بیام و بزرگسالی خیلی سخته و هممون یه جا گیر افتادیم و نمیتونم که نظم و تعادل رو برقرار کنم. پس چجوری انتظار دارید که بتونم در ساعت و روز مشخص برای شما ویدیو بذارم؟ برنامه از این قراره که شبهایی که تو خوابت نمیبره و داری اینجا اسکرول میکنی ممکنه که ویدیوی من رو ببینی یا ممکنه اون شب یک ویدیو بهتر از یک آدم معروفتر رو ببینی. پس اگه تو هم حس میکنی که زندگی مثل این نخواب همدیگه گره خورده و نمیدونی داری چیکار میکنی در حالی که همه به نظر میرسه که خیلی خوب میدونن دارن چیکار میکنن، منتظر ویدیو بعدی باش. نمیدونم قراره از چی صحبت کنیم اما مطمئنم این که بدونی که تو تنها نیستی قراره بهت احساس بهتری بده. همین. خدافظ.